این روزا بحث درباره مکانیسم ماشه داغه. صدر اعظم آلمان گفته که آقا ما مکانیسم ماشه رو فعال می‌کنیم. تو همین روزا نامه به شورای امنیت خواهیم زد که آقا این مکانیسم ماشه فعال بشه. حالا البته قبلا دوستان میگفتن که اصلا همچین چیزی نیست در برجام و اینا توهم و تخیل و ایناست، ولی حالا ظاهرا هست. یه نکته بگم، یکی این که این برمیگرده شرایط به تحریم‌های قبلی که تقریبا همین تحریم‌ها فعال شده بود. یعنی کارشناسای این حوزه میگن که خیلی اتفاق عجیب غریبی در عمل نخواهد افتاد. بیشتر بازی روانیه که شوک بدن به اقتصاد و به جامعه و بعد یه دارن روی سوار میشن که میگن آقا مکانیسم ماشه رو فعال کن، هر چی میخوان دوباره بدید برو. این یه بحث دیگه این که یه دم حالا یه مقداری زیادی پررو تشریف دارن، برگشتن میگن آقا حالا مکانیسم ماشه هم فعال بشه، برمیگردیم به قبل دیگه، 10 سال قبل که تحریما بود و اینا. شما چرا ناراحتید؟ خیلی عجیبه، از جهات مختلف عجیبه. گفتم اول میگفتن اصلا نیست، بعد حالا میگن حالا هست، برمیگردیم به قبل، اتفاق عجیبی نیفتاده. میشیم مثل این میمونه شما طلای زن و بچه، دوچرخه زیر پای بچه، نمیدونم همه رو بفروشی، بری یه خونه بخوای بخری، بعد اون خونه رو هم گرونتر بهت بندازن، بعد همه هم بگن که آقا این خونه رو گرون دارن بهت میندازن، این قیمتش انقدر نیست، باز شما قبول کنی، بعد طلا و پول و همه چی رو که میدی طرف خونه رو هم نده، بعد این وسطا خیلی اتفاقا بیفته، تو به امید اینکه نه من این خونه رو میگیرم از این مدت پول تعمیراتش هم بدی، نگهبانی هم بدی از خونه که یه وقت خشی بهش نیفته کسی، بعد از 10 سال که داره شرایط برمیگرده قبل 10 سال پیشم خونه نداشتیم مستاجر بودم الانم خونه نداریم. چه اتفاقی؟ یک کم عجیبه، ولی حالا خب بگذاریم، چیز عجیب زیاده این روزا بحث درباره مکانیسم ماشه داغه. صدر اعظم آلمان گفته که آقا ما مکانیسم ماشه رو فعال می‌کنیم. تو همین روزا نامه به شورای امنیت خواهیم زد که آقا این مکانیسم ماشه فعال بشه. حالا البته قبلا دوستان میگفتن که اصلا همچین چیزی نیست در برجام و اینا توهم و تخیل و ایناست، ولی حالا ظاهرا هست. یه نکته بگم، یکی این که این برمیگرده شرایط به تحریم‌های قبلی که تقریبا همین تحریم‌ها فعال شده بود. یعنی کارشناسای این حوزه میگن که خیلی اتفاق عجیب غریبی در عمل نخواهد افتاد. بیشتر بازی روانیه که شوک بدن به اقتصاد و به جامعه و بعد یه دارن روی سوار میشن که میگن آقا مکانیسم ماشه رو فعال کن، هر چی میخوان دوباره بدید برو. این یه بحث دیگه این که یه دم حالا یه مقداری زیادی پررو تشریف دارن، برگشتن میگن آقا حالا مکانیسم ماشه هم فعال بشه، برمیگردیم به قبل دیگه، 10 سال قبل که تحریما بود و اینا. شما چرا ناراحتید؟ خیلی عجیبه، از جهات مختلف عجیبه. گفتم اول میگفتن اصلا نیست، بعد حالا میگن حالا هست، برمیگردیم به قبل، اتفاق عجیبی نیفتاده. میشیم مثل این میمونه شما طلای زن و بچه، دوچرخه زیر پای بچه، نمیدونم همه رو بفروشی، بری یه خونه بخوای بخری، بعد اون خونه رو هم گرونتر بهت بندازن، بعد همه هم بگن که آقا این خونه رو گرون دارن بهت میندازن، این قیمتش انقدر نیست، باز شما قبول کنی، بعد طلا و پول و همه چی رو که میدی طرف خونه رو هم نده، بعد این وسطا خیلی اتفاقا بیفته، تو به امید اینکه نه من این خونه رو میگیرم از این مدت پول تعمیراتش هم بدی، نگهبانی هم بدی از خونه که یه وقت خشی بهش نیفته کسی، بعد از 10 سال که داره شرایط برمیگرده قبل 10 سال پیشم خونه نداشتیم مستاجر بودم الانم خونه نداریم. چه اتفاقی؟ یک کم عجیبه، ولی حالا خب بگذاریم، چیز عجیب زیاده این روزا.